حاجی ها دخل دارد. حاجی های ما را 10 بار هم بعضا حج میکند، نه که زبانش پاکیزه نیست. از فرودگاه تا خانه دیدی 10 کس میرنجاند. بسیار حاجی های ما نه دعای پدر میگیرد نه مادر، نه احوال زندگیش نگاه میکنه، قرض قوالا میکند و میرود. بعضا همین چیزا هم مسابقه است. من رفتم آمدم، حج رفتی، زیارت کردی، از خدا چیزی طلب کردی، برای خودت کردی. منت نکن، با کسی دیگر منت نکن. تو همون شخص هستی، دیگر نشده ای. همون احمد زیارت کردی، خانه خدا آمدی، همون احمد. The wrong food.